میگن روز قیامت که دفترها عرضه میشه صفحات اعمال من و تو به خداوند، خداوند هر صفحه که ورق میزند نگاه میکند، نگاه به گناهان نمی کند که تو هر صفحه چقدر گناهه. خداوند فقط دنبال توبه ها و استغفارها تو صفحات میگرده. خصوصا اگر پایین هر صفحه توبه و استغفار جانانه باشه. 365 روز از خدا عمر گرفتیم. به نظر من و شما یعنی بعد از این 365 روز نباید بنشینیم بگیم استغفرالله. این 365 روز چطوری سپری شد؟ دعای حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه براتون بگم. دعا دست آسمان بلند میکرد، میگه یا رب اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامح عني واكتبني عندك سعيدا. قال الها اگر منو نزد خودت نوشته بودید که عبدالله ابن عمر شقیست، بدبخت، محرومه، خدایا التماست میکنم شقاوتو از من پاک کن. عبدالله ابن عمر دنبال سعادته. من تلاش میکنم، تعهد میدم به تو ای خدا که اون چیزی که در توان منه انجام بدم که تو رو راضی بکنم و خودم رو سعادتمند بکنم. خدایا من جمله در جمله و زمره سعادتمندان بنویس. آیا سعادتمندی برای من و تو و خانواده من و تو و اولاد من و تو حیاتی است؟ اگر حیاتی است باید براش تلاش کنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به همدیگه کمک بکنیم. پدرها چه راحت موتور سیجی برای بچه هاشون میخرن. ده سالشه موتور سیجی سواره. اگر میخوای که پسرت رفتار بزرگا رو انجام بده، با موتور سیجی و موبایل نیست. بچه کوچک دارید دستش بگیر، نگو تو مجلس بزرگا ببرم این بچه کوچکه، ببر جایی که انسانهای صالح نشستن، معرفیش کن، بگو بابا دستشون بگیر، معرفی بکن به انسانهای صالح این پسر منه، یه دست رحمتی و شفقتی بر سرش بکشید، یه دعایی در حقش بکنید. اگر توی یک مجلسی 10 تا بزرگ نشسته باشه انسان صالح، بچه تو ببرید اونجا یه دستی به سرش بکشن، بگن اعیذک بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. کافیشه. مهمان نوروزی میاد، خیلی خوشحالی مهمان نوروزی آمده، ولی مهمان نوروزی نماز نمیخونه. ما چقدر خوشحالیم مهمان آمده برامون. قلیون هم میکشه. تو خونه ما هم قلیون نیست. ساعت 12 شب در خونه همسایه ببخشید چه خبره؟ ببخشید پیش شما قلیون نیست؟ فکر کردین مشکلی پیش آمده؟ قلیون نصف شب الان مهمان برام رسیده قلیونیه. استراحت که کرد، صبحانه جانانم که خورد، ماهی حلوا سفید کیلو 8000 تومن و شیر نمیدونم فلان و میگوی کیلو 10000 تومن. خیلی مؤدب برخورد میکنه. میگه ببخشید پیش شما فیلم هندی نیست؟ ببخشید پیش شما فیلم هندی نیست؟ نزدیک دبی هستید؟ ببخشید هم میگه. بعد حالا مادر که میزبان دختر 5 سالش بلند میکنه، مامان برای عمو نمیرقصی؟
برای خاله مهمان ناروزی شده، خاله مهمان ناروزی شده، خاله تو پارک با هم آشنا شدن شده خاله، تو قطار با هم آشنا شدن شده خاله، شده عمه، شده عمو.